چقدر ضرر در همین مثلا ضرر جانی مالی اقتصادی و مردم نهایه از جانب هم سربازای روس بعد مشق حربی رسیده. نه ما خیلی ضرر هم نده بساس ضرر جانی نیست یکون سر نیست لیکن بود همین حادثه‌ای که فرض کنیم مردم با سر زمین شد رفتن تو نیست حادثه‌ای بود که با درمانی هم کشتکار شدگیش هست حادثه شدن ما همش فهمیدیم که نمیخواد حاصل بده کم شد خیلی در مجموع و همون روزهای اساساً جمعه و شنبه تیرپران نمیکن دیگر روزها تیرپران میکنن ما مردم هم فهمیدیم که اکثریت همون روزهای شنبه یک شنبه کروشان میکنن خودم خیلی وضعیت هست دیگه ولی روز دیگه ما هیچی گفتن نمیتونیم چون که اون چیزی که در صلاحیت ما هست ما همون کردیم اما بورم پاستون چیگار در هویتان خوب شان بورم خاطرش تو بنگالشان بود که اون نرسید نه چه بار میگیم نه بوده نواکی خریده بوده پیشایی به خیلی از موضوع پاسه بخت و دادرون خونو مزاحیتی اون هستای ولی تیر هستای نواکی گفتن زدگی ای کو مزاحیت تیر میاد یا جای دارد سوکاکی روی تیرم خیلیش کاگی ای دیگه جای چیست خیلی شیدگی زدگی تیر شکوف کاگی داره تیره هم پلیگون زدن اومدم زد دارد در یه سنگی خیمه شد و بگیر واه خیلیش هم اون از جای روماگی شب ای تو بجا کی زد تیرش لا کایبن نلوز لیسور آورده نام چی کار خیلی شید اومد تیر زد چیکو که استاد این اینجا خود ساده این اینجا بلاکو یا کراپاسی البته چی میکنه تیم البته تلویزیون کافی بعد گارد چانگی ماغاز جاهاشی نگاه میکنه که تیر زده هیچ یکون کاس خیلی ضرر نرسون یکون کاس اوه عقدان نترسی کورس قدیما روز این اینجا زن اسماعیل تیر شده زن گفت که پیش بچم بزن بچم 3 ساله قریب زنش انا بوین زد نواکی به دیوال مونده زد تیر هستن با تیر هستن که دیوال مونده زد تیرانو؟ اوه اینا خریم پیدان ولی خونه که زیدان ده زدن جا جوش باید باشه امی تیر همیجا گفت؟ اوه همیجا او روزومان این پلیگون اچالی کشت مخن با بالون کندیم هم تیر همیجا زد این هم جوش دار جوش رو نگاه کن نه جوش تیر پیش بیاریم کو چخیره تیر ضرر نمیته یکون کس ضرر نداده میترسم حقیقتا چند تا گوه زگی های مردگی های قدام زگی های مردگی های زلال دودگی های بزنش هم مودا موندن در قریب زنیم چنگ بود چی دیگه ندیدم کی بودی؟ کی شیده بود؟ یک هفته پیش شیده انا ایش ناو زده ایش اینجا ناو زده کی زده ای تیر؟ ایش درست شیده اینجا زده درست شده؟ اصلا کی تیر پرونی میشوه؟ کون وقت میشوه؟ یعنی کی وقتی بفوراشون میشوه فرق نداره این روزی همین شنبه و یک شنبه کن تا اوتیخ میکنن دیگه فرق نداره دیگه روزاش کی وقتی بعد چیکار میکنین شما یک شنبه و یک شنبه چطور میکنین؟ هیچ هم تیر میزنه دیگه میتوانیم در این خونه در لب میزنیم خب مسئله دارایی آدمو بسیار کار کردیم ما حتی مقامات میدونن که چون امنیت مقامات کل داخلی پروکراتورا چندین مراتب ما سردارشان دعوت کردیم حتی سفیر خطی ما گپ زدیم سفیر یک 20 روز پیش در همینجا بود ما فهمیدم که نمی خیلی گپایی با معلومات انیقش در دوام همین سالایی که از سال 2000 میطرف 11 نفر هلاک شده 11 نفر ما هم معلومات رو داریم ما دفتر داریم در حکومت در درست راهبری دستگاه هر یک تیرپرانی که میکنن ما او را میگیریم قید میگیریم میان گپ میزنن خیلی یکمش که تریتور مون است تریتور مومنو بوده نه که با اون نگاه نکردم تو کماندیر شد در همین زب و همه نماینده‌اش جمع کردن مردم قدی و آخری کردن یکی خیلی کم شد بگم در نظر دارم نسبت سال پیش این حدیثاش اومد وضعی چی نیست نباشه که در همینجا هم میافتید اون سناریو انا خیلی که با شرنامه بنی دولت دوری نباشه که
پالیگون هم خیلی که بعد یکون سپوریش یکون گپا سایت آخه